السلام علیکم و رحمت الله. شوکتی محمد در خدمت شما هستم. برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که امروز مطرح خواهیم کرد. شعله خاموشی علنگه زد. سر و صداها و طلب آزادی دلیر شریپوف از جانب جامعه شهروندی دارد بلند می شود. کجا میتونیم فهمیم که موضوع چی بود از یا پلیس میتونیم مدرگان چی گوید ما خبر دارم. بانگ خطر مال و کالا به طور قاچاق امروزها هم از چین وارد تاجیکستان می شود. مقامات تاجیکستان میگویند احتمال نرخ آرد در ماه مارس افزایش یابد و این افزایش تا برداشت محصول نو گندم ادامه خواهد داشت. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت به دلیر شریپوف روزنامه‌نگار شناخته تاجیک عیب اعلان کرد و او را به 2 ماه حبس پیشکی محکوم ساخت. دلیر شریپوف به برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و یا دینی طبق ماده 189 قسم 1 کادکس جنایتی تاجیکستان متهم شده است. این ماده تا 5 سال حبس را پیش بینی می کند. مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان حمایت دلیر شریپوف را به دوش گرفته عبدالرحمن شریپوف را وکیل دفاعی او تعیین کرده است. انجمن ملی واسطه های اخبار عامه مستقل تاجیکستان نانستمیت امروز 3 ژانویه با پخش اظهارات از بازداشت دلیر شریپوف انتقاد کرده از مقامات تفتیشاتی خواست در رفت تفتیشات ولایت قانون بچون و چرا رعایت شود. شیوه بازداشت و مناسبت مسئولان مقامات را قابل قبول نمی‌دانیم، زیرا ضمن دعوت و بازداشت کردن دلیر شریپوف احتمال می‌رود که از طرف مقامات طلبات معیارهای قانونگذاری صرف نظر شدند. او را برای ملاقات دعوت نموده بازداشت کردند. وی از لحظه بازداشت شدنش تا روز 3 دسترسی به وکیل مدافع نداشت. الان چیزی مشخص گفتن نمیتوانیم، زیرا دسترسی به اطلاعات در رابطه با قضیه دلیر شریپوف نداریم. همزمان از مقامات تفتیشات با اصرار طلب داریم که در بررسی مواد و حالتهای قضیه ولایت قانون بچون و چرا رعایت شود. ما قضیه را همه جانبه مورد پیگیری قرار دادیم. در صورت دسترس شدن معلومات نو موقعمان را باز هم مشخص میگردانیم. فعالان جامعه شهروندی و روزنامه‌نگاران نیز از بازداشت دلیر شریپوف با شدت انتقاد کردند و در فیسبوک فراخوان برای آزادی او راه اندازی شده است. ظفر صوفی شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک در صفحه فیسبوکیش نوشت که خبر بازداشت دلیر تکان دهنده و ناراحت کننده بود. من این عمل را غیر قانونی و جنایت میدانم و طبیعی است که محکوم میکنم، زیرا بازداشت و بازپرسی غیر قانونی هر خبرنگار دشمنی آشکار و اعلان جنگ علیه آزادی بیان، حقوق بشر و جامعه مدنی است. دلیر یکی از بارزترین نمونه روزنامه‌نگاری مسئولیت شناس است که مسئولیت اجتماعی و اخلاقی این حرفه را صادقانه رعایت میکند. جوانمرد جسور و آزاده که صداقت به حرفه روزنامه‌نگاری، اصول آزادی بیان، گفتن حرف راست و حق، تلاش برای برقراری عدالت و عشق به وطن، خواهش جانسوز زندگی آباد و در رفاه برای مردمش، آموزش پیوسته و از خودگذشتگی بخشی از ویژگی‌های شخصیتی اوست. از تمام روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، سازمان‌های دفاع از آزادی بیان و حقوق روزنامه‌نگاران و همه انسان‌های آزاد و آگاه خواهش می‌کنم در برابر بازداشت روزنامه‌نگار دلیر شریپوف بی‌طرف نباشند. امیدوارم هر چه زودتر دلیر را رها کنند. قبلا یک فیک ظاهراً متعلق به فرمه جواب سپرگلیزی تامیریس نوشته بود که دلیر در تهیه کتاب نشر نشده اش محمد صلی الله علیه و سلم و تروریسم از سید قطب
و یوسف قرضاوی اقتباس آورده است. امید بابازاده امبودسمن تاجیکستان نیز امروز در نشست خبریش گفت از بازداشت دلیر شریفوف از رسانه ها آگاه شده است، ولی تا امروز هیچ نفری از پیوندانش برای کمک به این نهاد مراجعت نکرده اند. وکالتداری حقوق انسان در حالی که گفت از بازداشت دلیر تنها از رسانه ها خبر یافته است، همزمان شهادت داد که تا امروز نسبت دلیر شریپوف چاره های غیر قانونی از جمله شکنجه رخ نداده است. در همین حال عبدالمنان شریپوف پدر دلیر شریپوف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت فرزندش به برانگیختن کینه عداوت ملی متهم می شود، اما خود او این را قبول ندارد. یا زیرکان همون گروه در چیزش کردن شاملش کردن درباره اکستریمیسم گفتن چی کردن گفتن که باید دعوت تمام شامل نیست فرزند نه در تروریسمش نه در دیگرش در یگان فرض باید همچون ژورنالیستی مستقیمی میگیم که آزاد. تیمور ورقی رئیس دپارتمنت کار با وسایط اخبار عمومی پیمان ملی تاجیکستان به رادیوی پیام گفت بازداشت روزنامه‌نگار دلیر شریپوف را یک عمل ننگاور و شرمندگی برای حکومت تاجیکستان می‌داند. Я не знаком с Далером Шарифовым, мы даже не виделись, по-моему, но я читал его дельные талантливые статьи и комментарии. Он всегда был корректен и аккуратен в высказываниях. Такие молодые и талантливые журналисты, гордость и будущее свободной таджикской журналистики, журналистики мирового уровня. Я надеюсь на это. Сам по себе арест журналистов и пытки в отношении журналистов, обвинение их в экстремизме – это чудовищное признание власти в том, что это античеловеческая и антиконституционная диктатура фашистского толка. Репрессии против журналистов немыслимы в демократических цивилизованных странах. Это национальный позор на весь мир. Это дискредитация власти, режима и самого имени таджикского государства. Это крайне безответственные действия таджикских властей и спецслужб, которые еще более подорвут реноме таджикского государства, прежде всего режима Эмомали Рахмона. И это неминуемо ударит не только по имиджу Рахмона, но и его преемника, но и по экономическим проектам и инвестициям. Потому что арестовать и пытать можно один день, а здесь уже 3 суток идет. А негативный эффект придется исправлять годы. Кроме того, сама власть показала таджикскому обществу, что у нас неприкасаемые – это только коррупционная верхушка, семья и приближенные. Для таджикского общества это тоже шок и потеря доверия к власти и удар по надеждам, связанным с транзитом и оттепелью. Всем показали, что чем дальше в лес, тем больше дров. Чем больше продлится сумасшествие этого режима, тем больше абсурдных дел и жертв среди невиновных и оболганных. در همین حال ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با پخش بیانیه بازداشت‌های اخیر را شدیداً محکوم کرد و از سازمان‌های حقوق انسان خواست دادستان کل یوسف رحمان، رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف و وزیر کارهای داخله رمضان رحیمزاده را وارد لیست سیاه پایمال کنندگان حقوق بشر سازند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین از بستگان بازداشت شده ها درخواست کرد که به وعده های مقامات باور نکرده صدایشان را به گوش سازمان های حقوق بشر و جامعه جهانی برسانند. همچنین نام های شکنجهگران فرزندان و نزدیکانشان را در شبکه های اجتماعی و رسانه ها نشر کنند تا آنها از طرف سازمان های بین المللی در روی خط های سیاه وارد و مورد تحریم قرار بگیرند. با وجود دعوای مقامات تاجیک مبنی بر اینکه گذرگاه قلمه واقع در سرحد تاجیکستان چین بسته شده است، مالهای چینی با راه قاچاق وارد تاجیکستان می شوند. یک منبع معتمدی پیام گفت گذرگاه واقعاً برای مالهای تاجران عادی بسته شده است، اما برای محصولاتی که اعضای خانواده رئیس جمهور و افراد نزدیک به آنها وارد می کنند باز است.
این منبع ما گفت قبلا هم بیشتری مالهای آنها از جمله محصولاتی که تخمینه امام علی یکی از دختران رئیس جمهوری تاجیکستان وارد میکرد بدون رسمیات گمرکی وارد میشدند و بسته بودن گذرگاه برای آنها اهمیتی ندارد. به گفته این منبع بیشتر محصولات ساختمانی و لباس و تکنیک وارد می شود، اما کسی حق ندارد حتی در کانتینرها را باز کند. دیروز معاون وزیر سودا و اقتصاد تاجیکستان تاجالدین جورزاده در نشست مطبوعاتیش گفته بود هرچند گذرگاه قلمه بسته است ولی مالهای غیر خوراکی چینی توسط کشورهای سوم وارد تاجیکستان می شود. او نگفت آن کشورهای سوم کدامند، اما اکثر همسایه های چین مرزهایشان با این کشور را بسته اند. امروز باشد رئیس کمیته بیخطری آذوقه‌واری تاجیکستان محمد سعید عبیدالله در نشست خبری این نهاد خبر داد که واردات محصولات خوراکواری از چین بنابر گسترش ویروس کرونا در این کشور ممنوع شده است. او گفت قبلا هم این کمیته اجازه واردات محصولات خوراکواری از چین را بجز چای و تخمی ها برای کشاورزی منع کرده بود، اما بعد گسترش ویروس واردی آنها را نیز منع کرد. اکنون سوالی به میان می آید که اگر مقامات تاجیکستان وارد محصولات چینی را منع کرده باشند، به گفت معاون وزیر سودا و اقتصادی تاجیکستان تاجالدین جورزاده چگونه توسط کشور سوم محصولات چینی وارد تاجیکستان می شود؟ البته زورگویانی وجود دارند که برایشان هیچ سرحد وجود ندارد. اما منع ورود محصولات خوراکواری به نظر می رسد علاج کار نیست. در کانتینرهای محصولات ساختمان یا هر مواد غیر خوراکی دیگری می تواند دهها نمود خزنده و خاینده و حشرات گرفتار ویروس وارد شود. یک طبیب تاجیک که از اول مسئله را پیگیری می کند به پیام گفت که امکان وارد شدن ویروس به تاجیکستان توسط خاینده و خزنده ها هرچند زیاد نیست ولی وجود دارد. اکنون گزارش همکارم صفیه از چند خبر و رویدادهای دیگر تقدیمتان می شود. бино ба иттилои сомонаи авесто абдулмаҷид муъминзод раиси хадамоти давлатии зидди инҳисории тоҷикистон гуфт эҳтимол нархи орд дар моҳи март афзоиш ёбад ва ин афзоиш то бардошти маҳсули нави гандум идома хоҳад дошт. ин дар ҳоле аст ки дар соли 2019 нархи орд дар тоҷикистон 6 бор афзоиш ёфт. ба гуфтаи раиси хадамоти давлатии зидди инҳисории тоҷикистон дар соли 2019 нархи ҳар тон гандуми воридотӣ аз қазоқистон аз 35 то 45 доллар афзоиш ёфт. тоҷикистон дар соли 2019 аз қазоқистон ҳудуди 1 миллион тонн гандум ворид кард. ҳамакнун нархи як халта орди 50 килоӣ дар бозорҳои тоҷикистон аз 185 то 220 сомонӣ муодили 18 то 23 доллар харид ва фурӯш мешавад ки пеш аз ин дар минтақаҳои мухталифи кишвар 170 сомонӣ муодили 17 доллар буд. воридкунандагон ва фурӯшандагони орд дар тоҷикистон камбуди доллар дар бозори муомилоти арзии тоҷикистон ва боло шудани нархи гандум дар кишвари тавлидкунанда қазоқистон ва пардохтҳои гумрукиро далелҳои аслии афзоиши нархи орд эълон мекунанд. онҳо мегӯянд қазоқистон аслитарин кишвари содиркунандаи гандум ба тоҷикистон аст ки ҳар дигаршавии нарх дар ин кишвар бозори тоҷикистонро ҳам таҳти таъсир қарор медиҳад. тоҷикистон дар як сол ба 2 миллион тонн гандум ниёз дорад ки 1 миллион тонни он дар дохили кишвар тавлид ва 1 миллион тонни дигари ин маҳсули муҳими ғизоиро бештар аз қазоқистон ворид мекунад. русия тасмим гирифта ки ба далели тарс аз сирояти коронавирус ҳамаи марзҳои муштараки худро бо чин бандад. тавре расонаҳои русӣ хабар медиҳанд ин тасмим бо дастури михаил мишустин нахуст вазири навтаини русия гирифта шудааст. гуфта мешавад ин иқдом ба далели ҷилавгирӣ аз сирояти вируси бемории кушандаи короно сурат гирифтааст.
بر این اساس وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که از تاریخ 30 ینوری سال 2020 دادن روادید الکترونی برای شهروندان چینی جهت ورود به روسیه موقتا منع شده است. پیش از این نیز وزارت خارجه روسیه از شهروندانش خواسته بود به دلیل گسترش کرونا ویروس از سفر به چین به شدت خودداری کنند. با دلیل به نقاط مختلف جهان به طور نگران کننده پهن شده ایستادن ویروس کرونا، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است به خاطر توضیح احتمالی وضعیت هشداری بین المللی یک نشست فوری با حضور کارشناسان خود برگزار می‌کند. شب 28 و 29 ینور طالبان منطقه دشت ارچی را که در مرز با تاجیکستان جایگیر است محاصره نموده حمله کردند. جنگیان حرکت طالبان یکی از منطقه‌های مضافات قندوز را به محاصره گرفتند که در مرز با تاجیکستان قرار دارد. در این باره تلویزیون آریانا نیوز خبر داده است. حمله شب 28 و 29 ینور صورت گرفته است. بنابر اطلاع مقامات محلی، طالبان در مرکز منطقه دشت ارچی به کارمندان مقامات حفظ حقوق در افتادند. در پی تیرپرانی بین طالبان و مقامات 12 نظامی و کارمندان پلیس هلاک شدند. همچنین 4 پلیس و 8 نظامی جراحت‌های گوناگون برداشتند. بنابر اطلاع مقامات رسمی قندوز، 3 نظامی دیگر بدرک شدند. یادرس می‌شویم در افغانستان محاربه شدید طالبان و حکومت ادامه دارد. گروه جنگجوی طالبان قسم کلان دهه‌های افغانستان را تحت نفوذ خود قرار داده به شهرهای کلان هجوم می‌کند. شمار نظامی‌های آمریکایی که در نتیجه موشک‌پرتایی ایران به پایگاه هوایی ایالات متحده آمریکا در عراق ضربه‌های مغزی برداشتند به 50 تن رسید. در این باره خبرگزاری اسوسییشن پرس از قول نماینده رسمی پنتاگون اطلاع داد. سرهنگ توماس کمپل روز 28 ینور گفت آشکار شد که 16 نظامی دیگر جراحت مغزی برداشتند. به این ترتیب شماره عمومی مجروح شدگان به 50 تن رسید. از این شمار 31 کس تبابت گرفته دوباره به ارتش برگشتند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا نخست گفته بود که در حمله‌های موشکی ایران به پایگاه هوایی عین الاسد در غرب عراق روز 8 ینور کسی آسیب ندیده است. ترامپ بر قصدانه جراحت نظامی‌ها را سبک ارزیابی کرده بود. ویلیام شمیتز راهبر سازمان کهنه سربازان جنگ‌های خارجی ایالات متحده آمریکا روز جمعه گذشته گفت سازمان انتظار دارد که دونالد ترامپ به دلیل اظهارات اشتباهیش از نظامی‌ها عذرخواهی خواهد کرد. ایران حمله موشکی‌اش را پاسخ به قتل ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی عنوان کرد. سلیمانی روز 3 ینور در نزدیکی فرودگاه عراق در پی حمله هوایی آمریکا کشته شد. زمانی موشک‌پرتایی ایران به پایگاه آمریکایی در عراق نزدیک 1,500 نظامی آمریکا در آن مکان حضور داشتند که بیشتری آنها در پناهگاه زیرزمینی پنهان شده بودند. تماشابینان عزیز، از آن که تا این لحظه با ما بودید تشکر میکنم. اینجا پایان برنامه امروزه ماست. خیر تا روزی دیگر. رادیوی پیام، صدای جدید در فضای اطلاعات. نصب ضمیمه نوی رادیو پیام در اپل و اندروید برای تلفن‌های همراه و لاب‌های الکترونی پلانشت به شما امکان می‌دهد که 24 ساعت تازه‌ترین و دقیق‌ترین خبرها، تحلیل‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، برنامه‌های دینی و فرهنگی، قصه‌های جالب و شنیدنی، گفتگوهای مستقیم با سیاستمداران، کارشناسان و ضیائیان را بشنوید. با ما باشید. رادیوی پیام، همسفر به سوی زندگی بهتر. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net